سال نوی خوانیش هم آغاز می شود و در این شب و روز مؤسسه‌های تعلیمی تردد زیاد دارند. همه آنها میخواهند که با کتاب‌های درسی تامین باشند. دوستان عزیز درود، برنامه میگویند که است. حالا ما در مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قرار داریم. آمدیم که در اینجا روند نشر کتاب‌های درسی را برای شما نشان دهیم و در این برنامه ما را معاون دیرکتور مرکز مذکور فریدون رحمانزاده همراهی میکنند و صحبت جالب با ایشان خواهیم داشت. درود بر شما. سلام علیکم. خوبه؟ تشکر. مرحمت. ما میخواهیم که برای بیننده ما کمی معلومات مختصر درباره مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی متدی گفته باشید، چون بیننده ما نیز میخواهند که در آغاز برنامه علاقه درباره این مرکز معلومات داشته باشند. چنانکه که میدانید همه ساله وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای با کتاب‌های درسی تامین بودن خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در پی همه آن توجه و غمخواری که از جانب حکومت به ساحه معارف هم ظاهر کرده می شود، برای تهیه و نشر کتاب‌های درسی و تامین کردن آنها به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی چاره‌های زیاد را راه اندازی می‌کند و خود همین سال با نظر داشت احتیاج و درخواستی که از جانب شعبه معارف به وزارت پیشنهاد شد، از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نشر 86 نامگو کتاب درسی به نقشه گرفته شد و از این 86 نامگو امروز 57 نامگوش علاقه به تعداد زیاده از 2 میلیون نسخه نشر گردید و این کتاب‌ها و کتاب‌های درسی که سال گذشته مثلا نشر شده بودند امروز با تعداد زیاده از 4 میلیون 206 هزار نسخه علاقه دسترسی مؤسسه تحصیلات عمومی گردانیده شد و این روند عین زمان که ما در آغاز سال نو تحصیل قرار داریم، روند تامینات کتاب‌های درسی و همچنین نشر کتاب‌های درسی تازه نشر ادامه دارد و تو دوام ماه سپتامبر نیز این روند ادامه خواهد کرد. در برابر مرکز تهیه کتاب‌های درسی در وزارت پژوهشگاه رشد معارف است، اکادمی تحصیلات تاجیکستان است، مرکز جمهوری تعلیمی متدی است و این ساختارها نیز جریان تهیه کتاب‌های درسی را راه‌اندازی می‌کنند و با هماهنگی این نهادها کتاب‌های درسی تهیه می‌شوند. ولی وظیفه اساسی مرکز تهیه کتاب‌های درسی همکاری با مؤلفان کتاب‌های درسی، قبول نسخه‌های نمونه‌ای از نشریات‌ها و با نظر داشت دستاوردهای امروزه دولتداری ملی تاجیکان و دستاوردهای تاریخی تاجیکان، تکمیل بازنگری کردن مندرجه کتاب‌های درسی و همچنین تقسیمات کتاب‌های درسی برای ریاست شعبه معارف و نظارت پرداخت مبلغ‌های اجاره کتاب‌های درسی از جانب پدر و مادر خوانندگان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان میباشد. خب گفتید کتاب‌ها بازنگری میشوند از جانب مثلا کارمندان همین مرکز. چگونه بازنگری میشوند؟ خب بیاید یک از رفت تهیه بازنگری کتاب‌های درسی به واسطه که شعبه تهیه و نظارت نشر کتاب‌های درسی این کار رو پیش میبرد دیده میکنیم و پس اون خواهیم دید که این روند چگونه صورت میگیرد. مرحمت. من اینجا شعبه تهیه، تحریر و پیشنهاد کتاب‌ها به نشر است. اصلا وظیفه این شعبه عبارت است از قبول نمودن نسخه نمونه‌ای کتاب‌های درسی که در این شکل اول آماده می شود. یعنی این همون شکلی است که پس از نشریات برآمدن شرکت‌هایی که در ازمون چاپ کتاب درسی غالب می‌بینند کتاب درسی را در این شکل آماده می‌کنند و برای از نظر گذراندن به مرکز تهیه کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم پیشنهاد می‌کنند. خب خود مؤلفات چگونه مثلا به موضوع دست می‌زنند؟ اونها را کی انتخاب می‌کنند؟ خب مؤلفات در اساس ازمونی که از جانب پژوهشگاه رشد معارف با سپارش وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اعلان می‌شود، مؤلفات انتخاب می‌شوند و این مؤلفان علاقه مؤلفان هستند که طول سال‌های زیاد این کتاب‌ها را تهیه کردند. فقط وظیفه اینها همین بازنگری کردن این کتاب‌ها است. مثلا تکمیل میدن نوگانه‌ای که در صاحب به وجود میاد، با نظر داشتی مثلا نوگانه‌ای که در خود علم به وجود میاد، دستاوردهای دولتداری ما گفتیم که باید در کتاب‌های فنی جمعیت شناسی انعکاس یابند. از این نقطه نظر کتاب‌های درسی را آنها تکمیل و بازنگری میکنند. اینجا یک نکته دیگر را باید ذکر کرد که وقتی ما نشر کتاب به نقشه میگیریم در اول سال این کتاب رو روان میکنیم به اکسپرتا و گروه کارشناسان، یعنی در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همین خیلی یک نهاد جمعیتی است، شورای ملی تحصیلات و در هیئت شورا اعضاهای آن از جانب دانشگاه‌ها، مکتب‌های میانه، مؤسسه‌های زیرساختار خود وزارت معارف تعیین شدگی هستند که
مضمون مدرجه کتاب درسی رو میبینن و با نظر داشت تقریض ایراتایی که آنها در تقریض نشان میدن، من همین ایراتا هم ایراتای خود متخصصای مرکز هستند و هم ایراتایی که پیشنهادهایی که البته برای بهبودی کتاب از جانب اکسپرتا میآید. با نظر داشت همه این نکته کتاب درسی تکمیل داده میشود، یعنی این جریان تکمیل کتاب درسی است. یکی از هدفهای اساسی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در پی دستور سپارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت تهیه کتاب درسی برای اقلیت ملی جمهوری تاجیکستان که در اینجا تعلیم میگیرند. مثلا ما اصلا برای مؤسسه تحصیلات عمومی تعلیمشان با زبان روسی، ازبکی، ترکمنی و قرقیزی کتاب درسی رو عین زمان ترجمه کرده استفاده، یعنی همون کتاب درسی که در مکتب تاجیکی عمل میکنن. من مثلا تاریخ خلق تاجیک با زبان ترکمنی الکی ترجمه شده است که این آماده چاپ است. من این نسخه گفتم که در این شکل اومد، من این نسخه که الکی تیار شده است کتاب، این الکی اجازه چاپ گرفته است، همه این ایراده که در اینجا اصلاح شده است و الکی کتاب امشب روز در چاپ قرار دارد. این بخش پالیگرافی است، یکی از ساختارهای مرکزی تهیه کتاب درسی و در این بخش کارهای دیزاین و آرایش کتاب درسی انجام داده می شود و همچنین خصوصیات تکنیکی کتاب درسی که برای استانداردهایی که برای نشر کتاب‌ها جاری کرده شده است. بله از روی همون استانداردها خصوصیات تکنیکی کتاب درسی را تهیه میکنن که مثلا فرض کردیم کتاب الفبا جا میباید صنف، مؤلفان، جزء چاپیش چقدر است، تعداد نشر، اندازه نشر یعنی فرمت کتاب که چند اندازهش چند به چند باشد و همچنین رنگناکی کتاب. مثلا ما داریم کتاب‌های رنگه که اصلا صنف 1 صنف 4 کتاب‌های اونها رنگ است، صنف‌های ابتدایی اصلا و صنف‌های بالای 30 صفحه چاپ کرده می شود و ما این نظام کوشش کرده هستیم که برای صنف‌های بالای نیز کتاب‌های درسی را به طور رنگه پیشنهاد کنیم، چون که همون رسم عنصر دیاگرام و فرمول دیگر جزئیاتی که در کتاب درسی است، خصوصا در کتاب درسی طبقه نویسی اگر رنگه باشد دیدن آنها بهتر به چشم میرسد. قسمت اساسی این کار در مؤسسه نشریه معارف انجام داده میشد، ولی این شعبه ما، این بخش پالیگرافی ما کمک به همون فعالیتی که نشریات انجام میدهد اون کارها رو اجرا میکنند. خب باز کدام بخش است که در اینجا برای مثلا پوره شدن کار شما کمک میرساند؟ خب باز اینجا هست بخش محاسبات است و بخش تامینات کتاب درسی است که فعالیت این شعبه ها پس از به انجام رسیدن چاپ کتاب و وارد شدن به انبار کتاب درسی وزارت معارف شروع می شود. حاضر ما در یکی از شرکت‌های ناشره قرار داریم که با وزارت معارف و علم در سمت تهیه کتاب درسی همکاری میکنند و پس از آن که گفتیم کتاب از مرکز تهیه رخصت میگیرد برای چاپ با امضای مهر وزارت معارف و علم، در اساس آزمون نشر کتاب درسی یعنی تندر، هر شرکتی که کتاب درسی رو برای در آزمون غالب می آید برای نشر کتاب درسی، همین گونه روند چاپ آن صورت میگیرد. در اینجا دستگاه های چاپ کتاب است، دستگاه های برنده هست و کتاب درسی من همین خیلی در همین شکل اول چاپ کرده می شوند، قالب های کلان. این متخصصان باز با واسطه دستگاه های مخصوص همون قالب فرمتی که در توصیفنامه تکنیکی گفتیم که از جانب بخش پالیگرافی آماده شده است، موافق نشان داد همین توصیفنامه تکنیکی اندازه‌اش رو میبرند، معین میکنند و کتاب درسی در همین شکل آماده کرده می شود. خب همین روندی چاپ کتاب ها رو کارمندان شما نظارت میکنن مثلا که به همون استانداردها جوابگو باشد، از استاندارد بیرون هم برای که اون مشکلات تکنیکی نشود؟ بعد از آن که آزمون نشر کتاب درسی برگزار می شود و روند چاپ کتاب درسی در شرکت غالب آزمون شروع می شود، متخصصان بخش پالیگرافی مرکز و متخصصان خود وزارت معارف که با ما در این سمت همکاری میکنند به واسطه از روی نقشه و هر شرکت های ناشره
تشریف میارند و کتاب‌های درسی روند چاپ، روند رعایت همون توصیف‌نامه تکنیکی، مثلا در اونجا رنگناکی از دوخت کتاب است، چگونه مثلا محصولات استفاده می شود، یعنی درستی همین استفاده محصولات رو نظارت میکنند تا که کتاب درسی با صفت خوب به دست خواننده رسیده باشه. خب تشکر زیاد، من فکر می‌کنم کفایه است. خب بخش دیگر رو می‌بینیم. مرحمت. اینجا انبار کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان است که همون روند چاپ که در نشریات به آخر میرسد در شرکت ناشری و شرکت در آن مهلتی که از جانب وزارت تعیین می شود کتاب درسی را در مهلت معین شده به اینجا می بیارد و وقتی کتاب به اینجا وارد شد همین خیلی هر یک کتاب از روی همون فن مخصوص فن خودش در یک جا همین خیلی جمع آوری کرده می شود. اصلا چند فن کتاب به نشر میرسه؟ خب در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی از روی 30 فن تعلیمی 170 نامگوی کتاب درسی امروز عمل میکند و همین 30 فن از روی 170 کتاب درسی تعلیم داده می شود. و یک کتاب درسی چند سال بعد بازبینی می شود؟ مثلا کتاب زبان روسی سفیده مثلا 4 سال، 5 سال، 6 سال پس چگونه بازبینی می شود؟ این کتابی که شما میبینید نشرهای سوم و چهارمش ادامه دارد. من مثلا کتاب زبان تاجیکی نشر پنجمش الکی رفته استفاده است. یعنی این معنی دارد که در دوام فعالیت همین کتاب که شاید 10 سال زیاد میگذرد 5 مرتبه هم کتاب چاپ شده است. هر باره که بازنشر می شود کتاب البته تغییرات می شود، بازنگری می شود و کتاب درسی اصلا 3 سال استفاده می شود در مکتب و اگر همین کتاب کارشویان باشد مثلا سال 4 و 5 می تواند که مورد استفاده قرار گیرد در مکتب و یک ارزشی نوچیز. و در صورتی که اگر مثلا در روند همین نوبست از اون که 3 سال هست یا نیست اگر که در همین مضمون مندرجه فن تغییرات جدی به وجود آید یا که یگان مثلا ضرورت وارد کردن یگان افغانی به میان آید ما میتوانیم که کتاب را نوبسته از اون که مثلا مهلت همون استفادهش به آخر رسیده است نرسیده است البته این حالت کمتر می شود میتوانیم که کتاب درسی را بازنگری کنیم و چاپی نویاد را راه اندازی نماییم. خب یا نمونه تمامی اون کتاب‌هایی که در اینجا به نشر رسیدن و اینجا نگهداری میشوند. البته همون کتاب‌هایی که چند سال اخیر چاپ شدن مثلا ما اینجا زیاد نیاز داشته نمیتوانیم کتاب‌های درسی را چون که باید که کتاب وقتی به اینجا وارد می شود در حال به مؤسسه تعلیمی دسترس کرده شود به همین خاطر این کتابی که می‌بینید شما همه کتاب‌هایی هستند که دوام 1-2 سال اخیر چاپ شدن. یعنی اگر گویم که کتاب‌های سال پیش در اینجا باشد این خیلی مثلا ما نگاه داشته نمیتونیم. همچنین ژورنال صنفی مکتب‌های میانه نیز در اینجا چاپ می‌شود. شما اینو هم از نظر بله ژورنال صنفی رو مرکز تهیه کتاب‌های درسی با همکاری دیگر نهادهای داخلدار وزارت معارف تهیه میکنند. همه ساله این ژورنال مثلا نوگانی که در روند تحصیل همه ساله جاری میشود چون سوای معارف خودش سوای اصلاح طلب است. همه ساله اصلاحات زیاد به سوای وارد میشود. من مثلا ما امسال نیت داریم که نظام بهاگذاری داخله رو جاری کنیم و با نظر داشت همین تغییرات ژورنال نیز یعنی دفتر صنف تغییر می‌یابد تغییراتی که میشود باید که در ژورنال صنف آورده شود که هم آموزگاران هم مثلا مسئولان مؤسسه تعلیمی دشواری نکشند. در مرکز یک شعبه مخصوص فعالیت میکند شعبه نگهداری و تامینات ادبیات تعلیمی. یعنی این وظیفه این شعبه همین است که وقتی کتاب وارد میشود آنها با قید میگیرند که کتاب پورا وارد شد و سند قبول میکنند و پس از آن همون گفتیم درخواستی که از جانب ریاست شعبه معارف به مرکز وارد می شود کتاب‌های درسی را تقسیماتش را برای میمونند. یعنی مثلا اگر شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اگر به همین کتاب درسی بیولوژی 1000 نسخه درخواست فرستاده باشد 1000 نسخه جدا کرده می شود و با امضا و تصدیق مسئولان هم مرکز و هم رهبرت وزارت حجتات تصدیق کرده می شوند و همین طرز به ریاست شعبه معارف از اینجا انتقال داده می شود. برای نظارت پرداخت غیر نقدی مبلغ اجاره کتاب‌های درسی یک برنامه مخصوص بیلینگر وزارت معارف امسال راه اندازی کرد و عین زمان طرز استفاده برنامه چگونگی برنامه را
و ما دایرکتори مرکز تهیه نشر معاملات کتاب‌های درسی علمی متد نوروز جمعه مراد میفهمونن. درود بر شما. خوب هستید؟ سلامت باشید. این یک برنامه نو است نه؟ برنامه‌ای که در وزارت معارف راه اندازی شد، برنامه بلینگی گفتید. خب چی برنامه است؟ چگونه مثلا کارفرمایی می شود و اونهایی که مثلا در خانه خود نشستن می توانند که پول کتاب ها رو راحت پرداخت کنند؟ مسلم است شما طوری که آگاه هستید در حدود جمهوری تاجیکستان اجاره کتاب‌های درسی به راه مانده شده است و پرداخت باید به طریق غیر نقدی به راه مانده شود. با همین خاطر به مقصد پرداخت غیر نقدی اجاره کتاب‌های درسی و با مقصد راحت بودن پرداخت غیر نقدی کتاب‌های درسی از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوص بیلینگی کارکرد کرده شد که در آن پرداخت غیر نقدی کتاب‌های درسی به طریق بیلینگی به راه مانده شده است. خب در برنامه در همکاری با شرکت‌های خصوصی و امانت بانک کارکرد کرده شده است و پرداخت مبلغ خود در آن در تمام مناطق کشور امکان پذیر است و می توانند که شهروندان از تمام منطقه‌های کشور برای پرداخت مبلغ اجاره کتاب‌های درسی فرزندانشان از آن استفاده کنند. خب می شود که طرز برنامه را برای ما نشان دهید؟ یک نفری که در خانه‌اش نشسته است چگونه می تواند که مثلا مبلغ کتابی فرزندش را پرداخت کند؟ یعنی پدر و مادرها می توانند خودشون پرداخت کنند؟ خب باشد بفرمایید. برنامه‌ای که مثلا ما تهیه کردیم در این برنامه تنها یعنی که هدف از برنامه تنها پرداخت مبلغ نیست، همچنین برنامه به ما امکان می‌دهد که حسابات‌های آماری که در تمام کشور هست در مورد چقدر کتابی درسی در کدام مؤسسه است و کدام خواننده چقدر کتاب دارد، همه این حساب‌های آماری رو برای ما روشن می‌کند. این حساب‌های آماری تنها برای شما دسترس است یا اونایی که وارد این برنامه میشوند؟ حساب‌های آماری دسترس هستند. در سطح وزارت معارف دسترسی پیدا می‌کنند به تمام حساب‌های آماری کشور. در سطح ولایت مثلا در سطح ولایت ختلان نماینده منطقوی ما در ولایت ختلان دسترسی پیدا می‌کند تنها به حسابات‌های آماری منطقه ختلان ولایت ختلان. در سطح ناحیه باشد مشاور کتاب ناحیه دسترسی پیدا می‌کند به حساب‌های آماری خود همون ناحیه، در ناحیه چقدر کتاب است، چقدر خواننده است، در کدام مکتب چقدر کتاب اجاره داده شده است و کتابدار مؤسسه تعلیمی دسترسی پیدا می‌کند تنها به کتاب‌ها و حسابات‌های آماری خود همون مؤسسه تعلیمی. یعنی به همین برنامه دسترسی دارند دیگرها؟ بله دسترسی دارند. خب طرز پرداخت چگونه میشود؟ اول ما اگر که درباره در مجموع آمارها اگر که صحبت کنیم، مثلا ما در اینجا داریم خوب خود برنامه را اگر انتخاب کنیم، برنامه در خود دستورالعمل مخصوص کاربری دارد. این برنامه دسترسی به برنامه تنها برای شخصان مسئول است، شخصانی است که در سمت اجاره کتاب‌ها فعالیت میکنند و در اینجا دستورالعمل کاربری برنامه هم آورده شده است، یعنی که هر نفر میتواند که این دستورالعمل را بارگیری کند و طبق این دستورالعمل طرز کار در برنامه را آموزد. خب در سمت معلومات ها گفتیم، در سمت معلومات های آماری وقتی که ما وارد میشویم بینید هر یک شعبه معارف در اینجا شعبه معارف معلومات درباره سراغه در کجا جایگیر شده است و اینجا باشد امکانی وارد نمودن کتاب. امکانی وارد نمودن کتاب یک مدت معین به آنها داده می شود، یعنی که در حالتی که کتاب تامینات هست، کتاب می رود به ناحیه، آنها می توانند که در انبار خود وارد کنند. بعد از آن این روزانه حتما که محدود کرده می شود، چون که دائم منتظم آنها نمی توانند که کتاب ها را کم و زیاد کنند. خب در مورد درخواست کتاب ها در اینجا ما انبار داریم. سمت انبار در انبار ما هست انبار وزارت معارف و علم. هر یک کتابدار مؤسسه تعلیمی یا که هر یک کتابدار شعبه معارف میتواند که وارد شود. کل کتاب‌هایی که در انبار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان هستند در اینجا آورده شدند. هر یک کتابدار مؤسسه تعلیمی وقتی که می‌بیند در انبار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان این مقدار کتاب‌ها موجود هستند، اون میتواند که درخواست پیشنهاد کند. پیشنهاد درخواست هم میتواند که طریق الکترونی شود. در اینجا درخواست پیشنهاد درخواست کتاب است و حتی شکل مور و وثیقه کرده آن را میتواند که در شکل فایل بارگیری کند و از اینجا ما اون وقتی که دسترسی پیدا میکنیم اون چاپ میکنیم و همچون حجت رسمی قبول مینماییم. در انبار دیوم باشد این انبار شعبه های معارف است. در هر یک شعبه معارف که انبار کتاب های درسی دارد، مثلا قبل از سال خوانش ما کتاب ها رو پیشنهاد میکنیم، یک مدت در اون انبار میایستند در مدت 10 روز. در اینجا انبار خود شعبه های معارف نشان داده میشود که مثلا در
مثلا در اینجا اگر ما نگاه کنیم در شعبه معارف شهر باختر کتاب زبان تاجیکی 600 نسخه عین حال موجود است. وقتی که از انبار شعبه معارف کتاب به مؤسسه تعلیمی تقسیم شد الکی اینجا این رقم عوض می شود و ما الکی آگاه می شویم که انا همین شعبه معارف شهر باختر الکی کتاب را تقسیم کرد. در حالت از 10 روز گذشتن ما از اینجا نظارت میکنیم برای چی کتاب تقسیم نکرد و حتما یعنی باید در مدت 10 روز کتاب را تقسیم کنم. بله در شعبه معارف انبار شعبه معارف باید در مدت 10 روز کتاب را با مؤسسه تعلیمی تقسیم نماید. خوب قسمت پرداخت چگونه می شود؟ در ادامه در سمت پرداخت اینجا ما داریم پرداخت برای اجاره کتاب های درسی. وقتی که این ما انتخاب میکنیم هر یک ناحیه مثلا هر یک ناحیه که هست کتابداری ناحیه از اینجا ناحیهش انتخاب میکند مثلا ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه. خب از اینجا مؤسسه را انتخاب میکند مثلا مؤسسه رقمی 44. خب صنف را انتخاب میکند و گروه یعنی که خواننده در کدام گروه تحصیل میکند. وقتی که نام نسب خواننده رو پر میکند الکی کتاب ها رو انتخاب میکند کدام کتاب ها رو دارد این خواننده و الکی در آن همون ادامه نام خواننده حاضر ما از اینجا نشون میدیم پیدا می شود که اون چند کتاب دارد. خب چند کتاب دارد و مبلغی که باید که پرداخت کند چقدر است؟ مبلغ عمومی کتاب ها. بله کتاب ها پرداخت میشه. مثلا اینجا ببینید ما در مثال ناحیه حاضر انتخاب میکنیم مثلا ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. خب مکتب رقمی 1 مثلا. خب ببینید در اینجا الکی پره نام نسب خواننده ها پر کرده شده. خواننده ها حتی از اینجا. بله بله. مؤسسه تحصیلات مثلا مکتب رقم 1 حاضر صنف را میتونیم که انتخاب کنیم صنفی مثلا 1. خب صنفی 1 ا مثلا یعقوب زاده محمد یاسین در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 1 ناحیه اسماعیلی سامانی تحصیل میکند صنفی 1 است و مبلغ اجاره در حالتی که همین خواننده کتاب میگیرد کتاب دسترس بله کتاب دسترس میشود مبلغ اجاره کتابش در اینجا میبروید. خب در اینجا اگر در حالت پرداخت نکردن مبلغ الکی مبلغ قرض نشان داده می شود. در اینجا باشد روی خط کتاب هایی که در اجاره میگیرد به اجاره میگیرد مثلا اگر 10 کتاب گیرد در اینجا 10 نامگو کتاب به اجاره داده می شود و هنگامی که کتابدار مؤسسه تعلیمی انا همین طور کار میکند الکی در اینجا یک روزنامه ایلواگی پیدا می شود در اونجا لیتسیوی شد یا اینکه شد فاکتورا میگیم همون شد فاکتورا پیدا می شود. از اون شد فاکتورا را وقتی به دست خواننده میتید چخیلی که ما مبلغ برق رو در شهر دوشنبه پرداخت میکنیم پدرش میتواند بله از همون شد فاکتورا میتواند توسط امانت بانک توسط دیگر برنامه‌های موبیلی الکی مبلغ کتاب رو پرداخت کند. در حالت پرداخت شدن الکی اینجا اس ام اس پیامک میآید ما آگاه میشویم که مبلغ رو پرداخت کرده. الکی وقتی که این گونه پرداخت میشود همون بحثایی که وابسته به نرخ کتاب بحثایی که من درباره اجاره کتاب ها در میان بود از بین می رود و خیلی کاری شما هم فکرم به این طریق ساده می شود. البته این برای ما یک قدم جدی در سمت فعالیت است و ما باور داریم که در ناحیه های شهر دوشنبه ناحیه‌ای که بیشتر شهر ناحیه این برنامه خیلی خوب فعالیت میکند و البته اون مشکلاتی که هستند پشت سر میشوند. البته بعضا نارسایی ها بعضا مشکلی ها هست در فعالیت لیکن من فکر میکنم که این سال اولی راه اندازی نمودن این برنامه است و زینه به زینه این مشکلات میتوانند که پشت سر شوند و یک نظام خوب اجاره برای اهالی کشور پیشنهاد شود. یعنی پدر و مادران میتوانند که به واسطه کسی دیگر پول کتاب فرزندانشان خودشون بله میتوانند از سامانه‌های الکترونی میتوانند از پست ترمینال ها ما تو همچنین امکانیت های فراهم آورده ایم که در ناحیه‌های دوردست البته سامانه‌های الکترونی دسترسی به اینترنت کمی مشکل است در اونجا از پست ترمینال ها استفاده برده میتوانند. من در همین سمت باز چه برنامه ها دارید در سمت تهیه نشر و من نظارت کتاب های؟ خب این برنامه الکترونیکی است این در سمت اجاره کتاب است عین حال مکانیزم کاربری محاسبی پورا طریق برنامه 1S برنامه مانده شده است. یک برنامه محاسبی معاصر است 1S که با طریق اتوماتی بسیار فونکسیون هایی که مثلا پیش وقت ما توسط رقم ها حساب میکردیم الکی اتوماتی حساب میکند پورا فعالیت محاسبی مرکز توسط همین برنامه 1S براه مانده شده است. برخط هایی که میروند مثلا کتاب هایی که تقسیم میشوند تقسیمات توسط برنامه 1S است. این هم برای رقم کنونی ساحه. در سمت تهیه نشر باشد ما بعضا همکاری ها داریم با شریکان رشد با کشورهای خارجه و مقصد و هدف ها داریم که در آینده برنامه های نو روی کار بیاریم.
تجربه های جهانی را در نشر کتاب های استفاده میبرید؟ البته ببینید ما علاقه 54 نامگوی کتاب های نسل نو در تهیه و بازنگری قرار دارند. البته آنها طبق استانداردهای بین المللی برآورده شده‌اند. یک قسم این کتاب ها که تا ماه سپتامبر چاپ شده دسترس خواننده می شوند و در برابر استانداردهای بین المللی ما به کانسپت معرفی ملی نیز تکیه میکنیم، چون که هر یک ملت خصوصیت های ملی خود را دارد که در درک نظریه تعلیمی که همون مواد تعلیم به اون کمک میرساند. مثلا ملت ما ملت فرهنگی است، فرهنگ دوست است، شهرساز است در طول تاریخ و انا همین عامل ها رو در تهیه کتاب های درسی نسل نو که است حتما ما به نوبت میگیریم، چون که درک مضمون کتاب برای خواننده چون از لحاظ فرهنگی به اون نزدیک است بیشتر و خوبتر دست میدهد. خب تشکر زیاد برای همکاری. برنامه جالبی رو درباره مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی متدی وزارت معارف و علم تاجیکستان دوستان عزیز پیشنهاد شما گردانیدیم. مطمئنم که این برنامه برای شما پسند آمد. تا دیدار دیگر سربلند باشید. خیر. سلامت باشید.